چهره‌های ماندگار. سپیتامین پرچمبردار جاده آزادی و استقلال. دسته جنگاوران سپیتامین در این دوره تقریباً 3000 سرباز سواره را تشکیل می‌داد. سپیتامین به خاطر پورا آزاد نمودن سوخت باز به جنگ‌های شدید روبرو آغاز نمود. در یکی از نبردهای سخت سپیتامین قریب 800 نفر سربازش را تلف داده عقب نشینی کرد. جنگاوران باختری و سعودی که از جنگ‌های پی در پی و دنبالگیری‌های اسکندر مقدونی خیلی خسته شده بودند، عاقبت سپیتامین را ترک نمودند. سپیتامین با دسته باقی مانده لشکر همراه سکایی‌ها و مساگیت‌ها به بیابان رفت. اوید به مرگ سپیتامین و روزهای واپسین عمر او دو تخمین موجود است که یکیش به مورخ یونانی اریان تعلق دارد. موافق معلومات او به سرداران قبیله‌های سکاییان کوجمنچی خبر رسید که اسکندر مقدونی به خاطر دستگیر نمودن سپیتامین عزمی به سرزمین آنها لشکر کشیدن دارد. سروران قبیله‌های مساگیت‌ها برای پیشگیری این هجوم سر سپیتامین را از تن جدا نموده به اسکندر مقدونی می‌فرستند. موافق اخبار کوینت کورتسیروف، سپیتامین زنی زیبا و فرزندان دوستدارش را هنگام جنگ و جدال‌ها پیوسته همراه می‌گرداند تا که چون گروگان به دست دشمن نیفتند. زنی او که صاحب 3 فرزند بود از تعقیبات و دنبالگیری‌های پی در پی سخت دلگیر شده سپیتامین را تشویق می‌نماید که به اسکندر مقدونی تسلیم گردد و از روی وعده‌های او زندگی آسوده‌حالانه را پیش گیرد. سپیتامین از این سخنان زنش به خشم آمده از غایت قهر و غضب به او حمله می‌کند، ولی برادران زنش او را می‌رهانند. بار بعد بزم عیش و نوش زنش سر سپیتامین در خواب غفلت مانده را از تن جدا نموده به قرارگاه اسکندر مقدونی می‌آورد. این اندیشه واقع‌نگاران یونانی تا کدام اندازه اساس دارد به حکم عالمان و مورخان حواله می‌کنیم، ولی در این لحظه منظره به پیش اسکندر آوردن سر سپیتامین در تصویر نویسنده تاریخ نگار روس واسیلی گریگوریویچ یان پیش نظر می آید. اسکندر بعد به خون و آتش و مصیبت‌های سنگین گرفتار نمودن سرزمین سوخت در مراقند همراه ملکه جوان رخشانک و مقربانش استراحت میکرد. با این جمع آمد رخصت پرسیده. حاکم محلی در تفرن وارد گردید و در پیش پای اسکندر خلطه را گذاشته از درون آن سر آغشته با خاک و خون را بیرون آورد. این کیست؟ پرسید اسکندر برابر دیدن سر چشمانش نیمپوش و هنوز جوان. سپیتامین با تنتنه عرض نمود در تفرن. این سر به من خیلی پسند است، ولی افسوس که آن را مثل سپر و کمان دارا و انگشترین بیس دائم همراهم گردانیده نمیتوانم. پاسخ داد اسکندر. و اسکندر بهترین هیکلتراش یونانی لیسیپ را به حضور خواند که این دم با آفریدن مجسمه او مشغول بود. تو عیناً نسخه برنجی همین سر را آفریده میتوانی؟ پرسید اسکندر. او از همه سرلشکران و دشمنان تا این دم واخوردم جسورترین و تواناترین بود. سپیتامین چون دیگر حریفانم از من نمیگریخت، بلکه با سربازان کم شمارش به سر لشکر من پیوسته حمله می آورد.